درود به شما عزیزان، امیدوارم که عالی و پر انرژی باشید. امروز در خدمت دکتر همایون زحمتکش عزیز هستیم. همایون جان از رفقای قدیمی من و هم دانشگاهی‌های قدیم هست و با توجه به اینکه چند وقتی هست پرنده ماتریس 350 رو تهیه کرده، یه بهونه‌ای شد که با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم. ازش دعوت کردم که بیا توی استودیو آکادمی ما و در مورد این پرنده بی‌نظیر بشینیم با هم صحبت کنیم. همایون جان خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم، ممنونم. سلام خدمت فالوورای عزیز شما میثم جان. ان شاءالله که شما مثل همیشه پر رونق و پر موفقیت تر از این به بعد باشید. مرسی، قربونت برم. آقا چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتی پرنده ماتریس 350 رو بگیری؟ به این بهتره برای اینکه ببینیم چرا تصمیم گرفتیم 350 رو بگیریم برگردیم به عقب که ما با فانتوم کار می‌کردیم. فانتوم 4 پرو کار می‌کردیم. محدودیتایی که فانتوم 4 پرو داشت خب خودت می‌دونی خیلی محدودیت‌های زیادی داره. مثلا یکی از مهمترین محدودیتاش اینه که شما برای یک کاری مثل 500 هکتار یا 1000 هکتار باید تعداد زیادی باتری تهیه کنی، زمان خیلی زیادی بذاری و تعداد عکسات به شدت میره بالا در نهایت و اینکه بخوای این حجم از عکس رو پردازش کنی سیستم خیلی قوی تری میخواد، زمان بیشتری میخواد بذاری و اینکه تعداد تارگت های خیلی زیادی بزنی، یعنی عملیات زمینیت هم خیلی زیاد میشه. اینا میشه مهمترین محدودیت هایی که داره. و اینکه توی جایی که میخوای پرواز کنی هم باید تعداد استیشن هایی که جابجا میشی خیلی زیاد باشه، یعنی حداقل برای هر 2-3 تا پروازی حداقل باید جاتو عوض کنی که بتونی پرنده رو تو دید خودت داشته باشی. و محدودیت بعدی هم که داره اینه که دوربینش کلا 20 مگاپیکسل بیشتر نیست و هاف فریم هم هست. دوربین فانتوم البته دوربین فانتوم کوچیک‌تر از هاف فریم هم هست. کوچیک‌تر از هاف فریم رو فکر کنم 30% 40% بیشتر نمیشه استفاده کرد. آره دقیقاً. پس یعنی یکی از بزرگترین دلایلی که این کارو کردی به خاطر اون محدودیت‌ها بود. همایون چند سالی هست که در حوزه نقشه برداری با پرپاد فعالیت می‌کنه و خب با توجه به اینکه حالا اوایل فانتوم جواب نیازش رو میداده و دیگه بعد از اینکه شما پروژه‌های بزرگتر میگیری در وسعت‌های بزرگتر عملاً استفاده از فانتوم خیلی توصیه نمیشه و دیگه آدم باید به سمتی بره که بتونه یک پرنده‌ای رو بگیره که در هر پرواز بتونه وسعت بیشتری رو پرواز کنه. نکته مهمتری که میثم جان هست امنیت پرواز. ببین مثلا با فانتوم شما تو شهر بخوای پرواز کنی یه خورده امنیت پروازش پایینه، یه خورده باد زیاد بشه یا چیزی باشه تو شهر خیلی توصیه نمیشه. حالا اگه یه روستای کوچیکی باشه اوکی مشکلی نداره، ولی تو شهر بزرگ خورده ای باید دقت بیشتری داشت. حالا همین موضوع هم هست. بعضی از دوستان بذار میرسیم سراغ امنیت، چون من یه نکته جالبی رو میخوام بگم، ولی حالا این رو بگیم که آقا در الان این پرنده ماتریس 350 در هر پرواز به صورت واقعی چند دقیقه پرواز میکنه در یک لول ارتفاعی مثلا تهران که حدود 1000 متر از سطح دریا است؟ به این مدت زمان پروازش خودش نوشته 55 دقیقه، ولی ما چیزی که ازش گرفتیم 28 دقیقه تا نهایت 31-2 دقیقه بیشتر نمیشه. 30 دقیقه به طور متوسط. آره. و خب حالا این میتونه در شهرهای مثلا جنوبی کشور که ارتفاع از سطح دریا پایین‌تره احتمالاً یه مقدار بیشتر باشه و جاهایی که ارتفاع از سطح دریا بالاتر باشه شاید یه مقدار مثلا 5 دقیقه هم کمتر بشه. و خب توی هر پرواز که حدود مثلا 30 دقیقه هست برای نقشه 1/500 چه وسعتی تاثیر برداری میشه؟ حدود 100 الی 110 هکتار میشه باهاش پرواز کرد توی هر پرواز. یعنی شما با یه پرواز حدود 100 هکتار رو تاثیر برداری میکنی که اگه اون 100 هکتار رو شما می‌خواستی با فانتوم یا پرنده شبیه به فانتوم پرواز کنی چیزی نزدیک به 7-8 تا پرواز میشد. و خب 7-8 تا پرواز هم یعنی 7-8 تا حالا باتری و درگیری‌های جابجایی و این داستانا و تعداد عکس بیشتر و تعداد عکسش هم بخوای حساب کنی فانتوم هر پرواز 250 تا 300 تا عکس میگیره. 300 تا بخوای بگیری 8 تا 300 تا میشه 2400. آره این کلا توی پرواز تو 110 هکتار 300 400 نهایت 400 تا عکس میگیره، یعنی 2400 تا میشه 400 تا عکس. اساس پردازش خیلی راحت تری قاعدتاً. ما برای استفاده از فانتوم و برای تعیین نقشه 1/500 مثلا تو ارتفاع حدود متوسط 80 متر پرواز میکنیم. با این الان برای نقشه 500 شما تو چه برای نقشه 500 توی 200 متر میتونیم پرواز کنیم که همون جی اس تی 3 سانت رو میده که جی آر دیش هم میشه حالا نزدیک 4. خب همون جی آر دی بین 3 تا 5 سانت رو داره تامین میکنه و خب کیفیت تصویری که این بهمون میده خیلی و حالا سراغ دوربینش هم میریم و با هم صحبت میکنیم.
خیلی خوب. و یه خورده در مورد قابلیت‌هاش بخوایم آیتم وار صحبت کنیم. این پرنده چه قابلیت‌هایی داره؟ ببین یکی از قابلیت‌های مهمی که داره پرواز روی دمه. خب با فانتوم ما میتونیم این کار انجام بدیم ولی یه محدودیت‌هایی وجود داشت. حتی اون اپلیکیشنی که شما باید می‌خرید دلاری هزینه می‌کردی می‌خریدی، محدودیتی که داشت مثلا اختلاف ارتفاع 200 متر بیشتر میشه دیگه پرواز نمی‌کرد. باید جاتو عوض می‌کردی، مثلا کوه رو تا نصفه می‌رفتی، از اونجا دوباره باز یه پرواز دیگه می‌زدی. ولی این پرنده کاملاً یک اپلیکیشن داره مال خودشه. تو هر مقداری حالا ما فکر کنم 300 400 متر تست کردیم میره، مشکلی هم نداره و خیلی هم دقیق هست. علاوه بر اینکه علاوه بر اون دمی که خودت دانلود می‌کنی میتونی یه ارتفاع خیلی بالاتر پرواز کنی، دم خودت رو دوباره بهش بدی که دم دقیق‌تر، مثلا جای دم 4 5 متر یا مثلا 30 متر یه دم 10 11 سانت هم بهش بدی. این کارا هم میشه انجام داد. آره خیلی جالبه. من حالا توضیح تکمیلی بدم. توی پرنده‌هایی که با دم پرواز میکنن یه قابلیت اینه که شما از دم رایگانی که توی اون اپلیکیشن وجود داره استفاده کنی که رزولوشن شده 20 تا 30 متره، ولی شما میتونی حالا اگر رزولوشن بهتری بخوای مثل جاهای معدنی که دمش حتی توی اون اپلیکیشن وجود نداره، شما میتونی آقا توی ارتفاع بالاتر پرواز کنی، اون عکس ها رو پردازش کنی، به یک دم خیلی بهتر، مثلا یک دم نیم متری تهیه کنی، یه دم 10 سانت 15 سانت تهیه کنی، اون دم رو میتونی آپلود کنی توی نرم افزار و پرنده مجددا با این دم جدید پرواز کنه که خب کیفیت تصاویر به مراتب خیلی بالاتر میره و امنیت پروازمون هم بهتر میشه. خیلی عالیه، خیلی عالی. و آیتم های بعدی، نکته دومش ماژولی که داره RTK PPK که شما میتونی این 4 تا آنتن داره این پرنده، میتونی به صورت RTK کار کنی، چه شمیم وصل بشی، چه وصل بشی به بیس زمینی که قابلیت کورس شدن داشته باشه، یا چه PPK وصل بشی که با PPK کار انجام بدی. و این قابلیت باعث میشه تعداد نقطه کنترل به شدت کاهش پیدا کنه. مثلا تو کاری که ما خودمون همین اخیراً انجام داده بودیم، بدونی که ما نقطه کنترل بزنیم، همه نقطه کنترل اون تارگت ها حدود 30 40 سانتی نهایت 1 متری اون تارگتی بود که ما رو زمین عکس برداری کرده بودیم. با 5 تا 6 تا نقطه تقریبا همه تارگت ها توی وسعت 1000 هکتاری همه تقریبا در حدود 10 سانتی جایی که باید می بودن قرار گرفتن بقیه‌شون. یعنی تعداد نقطه کنترل به شدت کاهش پیدا میکنه. آره. و خب اگر شما الان از حالت PPK استفاده کردی تو این پروژه اخیر یا RTK؟ ما از حالت RTK، ولی چون شمیم اونجا یه خورده مشکل داشت، دقتمون تازه خطای شمیمی که ما داشتیم 1 متر بود. 1 متر مسطحاتی خطا داشت هنوز. خب یعنی ما هم میتونیم این پرنده رو در جاهایی که شمیم آنتن میده و اینترنت داریم به شمیم وصل کنیم. این یک حالت هم اینه که میتونیم با یک GPS بیس کانکتش کنیم که اون GPS بیس یا باید بتونه با این پرنده کانکت بشه در حالت RTK که خب همه GPS هم این اتفاق واسه شون نمیفته. برخی از برندهایی که داخل کشور وجود داره و یا اینکه از اون GPS بیس DRTK تو خود شرکت DJI بخوایم استفاده کنیم که اون هم حالا محدودیت خاص خودش رو داره، یا اینکه بیایم از حالت PPK استفاده کنیم. حالت PPK هم اینکه یک بیسی رو GPS بیسی رو شما روی زمین میذاری ولی نیازی نیست که ارتباط مستقیمی بین GPS بیس و پرنده برقرار باشه، ولی باید مشاهدات همزمان باشه. یعنی اگر قرار از ساعت 10 تا 10:30 پرواز کنی، توی همون تایم هم GPS بیستون باید مشاهدات خام ماهواره‌ای رو دریافت کنه. آره. ولی من حالا توی پروژه‌ای که قبلا با ماتریس 300 پرواز کرده بودیم به دقت‌های خیلی خوب می‌رسیدیم. آره، اگر که حالا شمیم توی اون منطقه فیروزکوه احتمالاً به خوبی آنتن نمیداره، یعنی اون زمان هم اینترنت مشکل داشت، هم شمیم چون جا ایستگاه شمیم نداشت. و تا دو تا ایستگاه شمیم بغلیش هم فاصله یکسان بود، تا سوئیچ می‌کرد بین ایستگاه. خب اینجا دقت خوبی نمیده، بهتره که خیلی روش تکیه نکنیم. همون قابلیت RTK زمینی یا PPK خیلی بهتر خواهد بود جایی که شمیم این شکلی میشه. خب من خیلی دوست دارم بریم سراغ دوربینش، ولی قبل از اون یه نکته رو میخوام بگم در رابطه با ریموت کنترل این پرنده. ریموت کنترلرش خب یه تغییر ظاهری زیادی داره به نسبت ماتریس 300 و چه قابلیت‌هایی داره، چه اتفاقاتی افتاده تو این ریموت کنترلش؟ اتفاقی که افتاده هم استاندارد از لحاظ استاندارد گرد و غبارش اینا یه 10 تا رفته بالا، قبلی استاندارد IP45 بود، الان شده IP55. و اینکه دکمه‌های زیادتری روش گذاشتن به خاطر اینکه شما توش هر شرایط آب و هوایی، مثلا دیدید که گوشی لمسی و ایناست، بعضی وقتا که سرده دستت مثلا یخ زده نمیتونی کار کنی، این کلا برای همه اونا دکمه هم گذاشته. تو در این شرایط میتونی با دکمه‌هاش کار کنی. به انضمامی که توی باد و گرد و خاک و بارون هم میشه باش کار کرد. از اون طرف دیگه
یک اندروید با قابلیت خوبی گذاشتن، شما میتونی هر اپلیکیشنی خاصی نصب کنی روش و ما مهمترین مشکلی که همیشه داشتیم بود که چطوری اون KML هایی که از کارفرما میگیریم و بیاریم توی اون ریموت کنترل یا تو اون گوشی و بعد واسه کنیم. خب خیلی راحته، همه شبکه‌های اجتماعی رو میتونی داشته باشی، خیلی راحت دانلود کنی و کارتو انجام بدی. و قابلیت دیگه‌ای که براش گذاشتن، خب چون این پرنده یه خورده گنده‌تر شده، بزرگتر شده، فن داره و با این فن‌ها میتونی اونو خنکش کنی. یعنی همیشه نیاز نیست مثل زمانی که شما با فانتوم پرواز میکنی گوشی داغ میشه و دیگه کار نمیکنه، قفل میشه، دیگه از این داستانا نداریم. باتریش مصرف باتریش بیشتر شده ولی باتری اکسترنال مشکل رو حل میکنه. جای یه دونه اضافه کردن یه دونه باتری هم آره میتونی، یه دونه باتری اکسترنال میتونی بزنی داخلش که حالا یه 3-4 ساعت بهت باتری اکسترنال هم شارژ میده. خیلی عالی. یعنی قشنگ یک روز رو به راحتی شما میتونی تقریبا با یه باتری و باتری خودش میتونی کاملا استفاده کنی. و این نشون میده که پرنده صنعتیه، یعنی برای کار صنعتی ساخته شده، حالا هم برای کار نقشه برداری هوایی و هم برای کارهای نظارتی و اینها، و در همه شرایط آب و هوایی شما میتونید ازش استفاده کنید. که البته ما برای کار نقشه برداری هوایی اگر بخوایم استفاده کنیم در زمانی که بارش باران یا برف داریم عملا نمیتونیم استفاده کنیم، نه به خاطر خود پرواز پرنده، به خاطر اینکه تصاویری که میگیریم توی اون شرایط تصاویر با کیفیتی نخواهد بود. خب یه قابلیت دیگه هم دارم می‌خواستم بگم، قابلیت جالبی بود، قابلیت AR یا واقعیت افزوده‌اش بود. قابلیت AR یا واقعیت افزوده، ما همیشه نقشه برداری که می‌کنیم با فانتوم یا پرنده دیگه نگاه می‌کنیم، مثلا حدس می‌زنیم و الان نقطه شروعش مثلا نزدیک اون کوه هست، هی نگاه می‌کنی، خودت دیدی که وقتی پرواز می‌کنی آسمون صافه و کوه و اینا هست، یه خطای دید خیلی بدی میده، هی پرنده رو نگاه می‌کنیم داره می‌خوره به کوه، هی پرنده نگاه داره می‌خوره به کوه، ولی خب غالباً این اتفاق نمی‌افته. ولی تو قابلیت AR که به این اضافه کرده، روی تصویری که شما از دوربین FPV می‌بینی رو تصویرت برات مشخص کرده و الان نقطه یک من کجاست، چقدر دیگه تا اون نقطه فاصله دارم، سرعت باد رو به من میده و یه قابلیت رادارش هم کامل به من میده که الان تا مثلا موانع چقدر فاصله به موانع نزدیک میشه، مانعی هست یا نیست. یعنی انگار خودت تو پرنده نشستی، تو کاکپیت پرنده نشستی، مثل حالا این خلبانایی که میتونن کار انجام بدن و کاملا به عنوان واقعیت افزوده همه اینا رو داری میبینی جلوی خودت. اطلاعات پروازی خیلی زیادی رو شما میتونید اونجا ببینید. داره خب اینم خیلی قابلیت جالبیه. و تمامی متعلقات پرنده چیا هست؟ متعلقات پرنده یکی که خود فریم پرنده است، خود همون پرنده که یک جاه کلا ما میتونیم وصلش کنیم، یکی هاب شارژشه که کلا جداگانه است و یکی هم قسمت دوربینشه که یا دوربین خودشو میتونی وصل کنی که برای فوتوگرامتری دوربین زمینیس پیوانه، میتونی دوربین های دیگری هم وصل کنی، حالا دوربین لایدار اینا قابلیت جداگانه داره، اینا همه میتونی با یک حالت پلاگ اند پلی نصبش کنی. اینجوری هم نیست که بخوای دوربین رو نصب کنی، نرم افزار بخوای نصب کنی و کار انجام بدی، همش پلاگ اند پلی، یعنی دوربین وصل می‌کنی روشن می‌کنی دیگه میشناسه و میتونی کار انجام بدی. البته دوربین خودش میتونی دوربین های دیگه هم مثلا کنون اینا میشه وصل کرد، ولی خب اونا باید یه خورده پرنده رو هک کنی که بتونی کارا رو انجام بدی. آره که خب نیازی هم نیست، تقریبا دیجای اومده برای انواع کاربردها سنسورهای مختلفی رو ارائه داده، مثل حالا مثلا زنمیوس پیوان برای کار نقشه برداری هوایی، زنمیوس L1 یا L2، زنمیوس مثلا HPCT، سنسورهای حرارتی، سنسورهای با زوم بالا و بقیه این موارد که همه اینها قابلیت این رو دارن که زیر این پرنده نصب بشن. خیلی خوب. شنیدم که یه تفاوتی بین باتری های ماتریس 300 و 350 هست، یا کلا بهتر بگیم که چه تفاوت هایی بین ماتریس 350 و 300 هست؟ مهمترین تفاوتش من فکر می‌کنم رو هم باتریشه که اینا یک تغییر کوچیکی تو دیزاینش انجام دادن که باتری شما وقتی که داری پرواز می‌کنی اومده جریان هوا رو به نفع خودش استفاده کرده. درست جریان هوا همیشه تو فوتوگرافی تو پرواز جریان هوا همیشه برام بده، ولی اینجا جریان هوا برام بد نیست، چون میتونه این جریان هوا باعث خنک شدن باتری بشه. شما تو پرنده فانتوم تو پرنده‌های دیگه می‌بینی که وقتی باتری رو میاری بیرون نمیتونه اون موقع بزنی تو شارژ، ولی این پرنده با استفاده از این شیارهایی که روی باتری ایجاد کردن باعث میشه باتری خنک بشه، به محض اینکه شما باتری رو برمی‌داری میتونی بزنی توی شارژ و دوباره استفاده بکنی. این قابلیت خیلی خوبیه، زمان ما رو خیلی صرفه‌جویی می‌کنه. این قابلیت تو ماتریس 300 نبود دیگه. نه تو ماتریس 300 نبود، فقط یه تغییر ظاهری خیلی کوچیک هم تونسته این کار رو برای ما انجام بده و خیلی جالب بود که بهینه‌سازی مهندسی در یه حد کوچیک چقدر میتونه کمک کننده باشه.
آره توی سرعت کار، چون خاطرم هست با ماتریس 300 بعد از هر پرواز باتری داغ میکرد و باید چند دقیقه صبر میکردیم تا باتری خنک بشه و بعد به شارژ بزنیم دیگه. آره خب این قابلیت خیلی خوبیه. مثلا شما اگه با ماتریس 300 هم نه حتی با فانتوم این کار انجام بدی، به معنی که باتری تو از شارژ در آوردی، حالا حتی جلو کولر بگیریش فلان، عمر باتریت کم میشه. آره عمر باتری خیلی کم میشه. حالا دوستان توصیه میکنن کار خیلی نکنن، درسته که همین اشیاء این کار میکنن، ولی تا حد ممکن این کارو نکنن چون خیلی سخت افزار رو آسیب میزنه. قابلیت‌های دیگه که داره مثلا دوربین FPVش دوربینیه که دید در شب هم هست، یعنی تو نور خیلی، حالا دید در شب که بگیم خب مثلا دوربینای نظامی که نیست، که تو نور خیلی پایین هم میتونه به ما کمک کنه. سنسورهای همه جهته داره. سنسورهای در همه جهاتش سنسور داره، یعنی شما مطمئنی از اینکه به جایی نمیخوره دیگه. مگه خودت بتونی معجزه کنی که به جای بزنیش دیگه، اون دیگه دست شماست دیگه که اصلا همه کاری برمیاد. میتونی بزنیش همه جا. خب و استاندارد خودش هم که همون استاندارد IP55، یعنی اگر شما مثلا آخر پرواز ببینید وسط پرواز دیگه بارون گرفت، استرس نمیگه که الان پرنده خیس شده میسوزه. آره. خب همچین اتفاقی نمیفته، خیلی راحت میتونه پرنده برگرده و مشکلی براش پیش نیاد. و یکی از چیزهای جالبی که داره این اسمارت ریترن تو هومه، یعنی خودش بررسی میکنه سرعت باد و لحظه‌ای داره و سرعت خودش هم لحظه‌ای داره، فاصله با ما، فاصله با نقطه ها رو همه لحظه‌ای میسنجه و میگه مثلا آقا با توجه به سرعت باد و اینها من الان تصمیم گرفتم برگردم به خونه. درسته به تو هیچ آپشنی نمیده، ولی خب تو خیالت راحته اگه من حواسم نبود خود پرنده برمیگرده خونه، یعنی مشکلی براش پیش نمیاد. توی پرنده های دیگه توی همین مخصوصا فانتوم اگه دقت کرده باشی، مخصوصا زمانی که با پیکس 4D کپچر پرواز میکنی سنسورها کلا از کار میافتن. یعنی اگه کوی چیزی باشه سنسوری ما نداریم، باید اینجا خودمون حواسمون باشه. ولی تو این نه دیگه، چون همون اپلیکیشن هم وظیفه کنترل دوربین رو داره هم وظیفه پرواز رو داره و همه رو خودش مدیریت میکنه. به اضافه اینکه اول پرواز یه دونه عکس میگیره، بعد اونجا صبر میکنه، شما تایید که بزنی میتونی ادامه پرواز بری، میتونی همونجا مشخص دوربین رو عوض کنی. آره در حین پرواز میتونی تنظیمات دوربین هم عوض کنی. سر هر رانی هم ازت میپرسن، مثلا ران اولت نقطه استارتت یه عکس میگیره، میگه اگه این خوبه ادامه بدم، اگه خوب نیست تنظیمات عوض کن، بعد من ادامه مسیر رو میرم. این خیلی قابلیت جالبیه که ما تو فانتوم قابلیت نداشتیم، تقریبا ست میکردیم. یه خدا نگهدار. در مورد اپلیکیشن دیجی پایلوت 2 که برای هدایت این پرنده است واقعا میشه ساعت‌ها صحبت کرد، ولی حالا ما مختصر داریم صحبت می‌کنیم. شنیدم که قابلیت جدیدی روی ورژن جدید دیجی پایلوت 2 گذاشته که شما میتونید نقطه استارت رو هم جاشو تغییر بدی و اون دیفالت خود نرم افزار رو در نظر نگیری. آره دیفالت نرم افزار بعد یه جایی میذاره، بعد شما مثلا اونجا قابلیت اینو نداری که بری مستقر بشی و پرنده از اونجا پرواز بدی به نقطه‌ای که نقطه استارتت خیلی دور میشه. خب پرنده چند تا آپشن دیگه در اختیارت میذاره، اون نرم افزار میتونی از اون آپشن استفاده کنی، نزدیکترین نقطه به خودت بذاری نقطه استارت که زیاد باتری اسراف نشه و زمان پرواز طولانی نشه. خیلی خوب. خب یه باکس خیلی بزرگ داره، یه هاب شارژ خیلی بزرگ داره این پرنده. این هاب شارژ چه قابلیتایی داره؟ و هاب شارژ صنعتی هست دیگه، مثل قبلا نیست که ما یه دونه شارژر معمولی داشته باشیم رو وصل کنیم و پرنده رو بخوایم شارژ کنیم. این هاب شارژ به ما این قابلیت رو میده که ما میتونیم باتریامون رو در حد مثلا 50% شارژ کنیم که مثلا بخوای بری سر فیلد یه شب مونده بری سر فیلد بتونی به اون حالت برس، به اون حالت 100% خودت برسونی. قابلیت 90% شارژ داره، این آماده به پرواز و 100% شارژ، یعنی شما حین پرواز رو میذاری رو 100%، ولی خب یه ساعت مونده 2 ساعت مونده میذاری رو 90%. اینم به خاطر اینه که سخت افزار آسیب نبینه، وگرنه خب خیلی راحت از اول بذاری رو 100% اتفاقی نمیفته. ولی معمولا خود پرنده ها و خود کلا این باتری ها ساختارش اینجوری که اگر مدت زیادی روی 100% باشه و تو کاری نکنی باهاش آسیب میبینه این باتری. بنابراین این یکی از قابلیت‌های خوبیه که گذاشته. قابلیت‌های دیگه که گذاشته تمام باتری خودش با شارژ میشن. هاب هوشمنده. ما قبلا برای فانتوم مثلا یادم بود فلان باتری رو من رو 25% آوردم، فلان رو 30% بود، حواسم باشه اونی که 30% زودتر شارژ میشه. این شما اگه کل هابو پر باتری کنی خودش تصمیم میگیره کدوم دوتا رو شارژ کنه که زودتر به تو باتری بده که بتونی کار انجام بدی. یعنی خودش میسنجه کدوم شارژ داره. به این زمان اینکه یه دونه فن هم داخلش هست، یعنی باتری شما زمانی که شارژ میکنی اون باتری داغ میشه. این یه دونه فن هم کارگزاری کرده برای هر کدوم از اون باتری‌ها یه دونه فن جداگانه داره، کلا باتری رو هم خنک میکنه که باتری از اونجا درم میاری. چون شما اگه حواست باشه باتری داغ و باز دوباره تو پرنده نباید بذاری، یا باتری مثلا پرنده داغ نباید توش باتری بذاری. اینا رو خودش مدیریت میکنه برات. این خیلی جالبه. آره و اینا خیلی
توی هم عمر اون باتری و عمر قطعه تاثیر میذاره و هم توی سرعت کار تاثیر میبخشه. هاب شارژر جای 8 تا باتری رو داره، اما این هم در نظر داشته باشید که روی این پرنده دو جفت، یعنی یک جفت باتری قرار میگیره، نه یک دونه باتری که هر سری شما 2 تا باتری رو باید باهاش کار کنید. قابلیت خیلی جالبی داره این هاب شارژ و خب همون ابتدا بررسی میکنه که کدوم باتری شارژش بیشتره و از همون شروع میکنه به شارژ شدن تا باتری های بعدی. خیلی عالیه. برسیم سراغ دوربین این پرنده، دوربین زنمیوس پیوان. آره، در مورد دوربین هم یه مقدار صحبت کنیم. سنسور چه قابلیت‌هایی داره خود دوربین؟ به این دوربین زنمیوس پیوان دوربینیه که با دوربین عکاسی معمولی خیلی فرق میکنه، چون شرکت DJI طبق چیزایی که حالا کلیپاش هم اگه ببینی خودش میگه که من این دوربین رو کاستومایز کردم کلا برای فوتوگرامتری. آره. نه قابلیت زوم داره، نه قابلیت خاص دیگه ای داره مثل دوربین‌های عکاسی مثلا فیلم بگیری فلان بگیری، نه قابلیتی داره که برای فوتوگرامتری کاستومایز شده. یعنی شما میتونی از نور خیلی زیاد تا نور خیلی کم پرواز کنی، مثلا دم غروب هم میتونی پرواز کنی، عکسای خیلی شارپی باش بگیری. و از اون طرف دیگه یک سری از افکتایی که عکسای ما رو بد می‌کردن اونا رو از روش برداشته. دوربینش فول فریمه، 45 مگاپیکسله. دوربین فانتوم فکر کنم 40% یعنی هاف فریم هم حتی نیست. آره، سایز کوچیک‌تر. و 45 مگاپیکسلی که هست. یه دوربینش یه عکسش حدود 8000 در 5000 خورده‌ای پیکسل داره که همین هم یعنی توی عکس حدود 1 هکتار رو پوشش میده. آره، یعنی هم تازه تو ارتفاع مثلا 200 متر. آره، تو ارتفاع 200 متر هر عکس حدود 1 هکتار رو نشون میده که، ولی خب مثلا توی سنسوری مثل فانتوم ما بعضی وقتا یه سوله رو توی 2 تا عکس میدیدیم و این قابلیت کمک میکنه که هم تعداد عکسای ما کمتر بشه، سرعت پرداخت تصویرمون بالا میره و هم برای افرادی که میخوان توی محیط سه‌بعدی تبدیل و ترسیم کنن این گزینه خیلی خوبه. یعنی تو اون فضای نرم افزار LPS و فضای نرم افزار اینفو میخوان تبدیل و ترسیم کنن، این گزینه خیلی به کمک میاد. یه چیزی شبیه به مثلا همون دوربین‌های رومی هوایی مثل اولتراکم و اینها. سعی کرده خیلی به متریکا نزدیک باشه، باز هم متریک نیست ولی خیلی نزدیک‌تره به متریکا. آره. الان لنزی که روی این دوربین هست، این لنزش شرکت DJI میگه من لنز 3 تا لنز دارم ولی کلا فقط یه دونه لنز 35 میلیمتر رو بازار داده. تو کاتالوگش لنزای دیگه هم هست. آره، 24 و 30 و 55. ولی اون لنزای دیگه نیست تو بازار. حالا احتمالاً یا به دقت نرسیدن برای فوتوگرامتری، حالا مشکل دیگه تو تولید بوده، اون لنزا تولید نشده، فقط تو کاتالوگ ها وجود داره. ما فقط میتونیم با لنز 35 میلیمتر پرواز کنیم، یعنی قابلیت آپشن دیگه ای نداریم. البته به نظرم فکر میکنم قیمت دوربین رو بالا میبرد که 3 تا لنز میخواست در کنارش بذاره. آره 24 ببخشید 35 و 50 یا 55 هست. آره که دیگه الان اومده 35 رو در نظر گرفته بین این دوتا که همه کارا رو بشه انجام داد. خیلی خوب. و در مورد امنیت پروازش داشتید صحبت میکردیم، من گفتم که بذاریم در ادامه در مورد صحبت کنیم. خیلی ها میگن که آقا این پرنده الان نزدیک به مثلا حدود $20,000 قیمتش هست. حالا ریالیش هم نمیگم، دلاری بگیم. $20,000 قیمتش هست و جرأت میکنیم با پرنده پرواز کنی؟ راستش رو بخوای دفعه اول و دومی که می‌خواستیم پرواز کنیم حتی جرئت نمی‌کردم نگاه کنم. خب ولی بعد که امنیت پروازش رو می‌بینی اصلا میگی که چقدر راحت شد پرواز برام، چون با فانتوم هر لحظه احتمال داره که یه اتفاقی بیفته، ولی با این پرنده چون خودش خیلی هوشمندتره، خودش خیلی از تصمیم‌ها رو جای تو میگیره و اطلاعات زیادی رو داره که تو اون اطلاعات تو فانتوم نداری. خودش این اطلاعات رو داره. ببین سرعت باد لحظه‌ای رو تو فانتوم اصلا سرعت باد نداری. خود ببین نگاه کنی تو اپلیکیشن تو سرعت باد لحظه‌ای رو داری، خودش داری، نه خودش پردازش میکنه اصلا. و این قابلیت خیلی بزرگه و اینکه از رو دم پرواز میکنه. توی فانتوم تو هی فکر می‌کردی خدای این کوه 100 متره، 200 متره، 150 متره، من تو چه ارتفاعی پرواز کنم، از کجا پرواز کنم؟ بعد اسکیل هم به هم میریزه، مقیاس هم به هم میریزه. اگر مثلا بیام همه رو از بالاترین ارتفاع بگیرم 100 متر، اینا دیگه خودش دمو فالو میکنه، یه دمو فالو میکنه، به اصلا نگران این که به جایی برخورد کنه نیستی خوشبختانه. از اون طرف دیگه هم ارتفاعش بالاست. معمولا کوههایی که
توی شهر یا مثلا جاهای اطراف شهری از خیلی بیشتر از 200 250 متر نیست. حالا درسته توی بیابون یا مثلا تو معدن بخوای کار کنی ارتفاعات خیلی بالاتری هم خواهید دید، ولی وقتی 200 متر خیلی پرواز اسموسی داره. تو 200 متر خودش داره تو 200 متر پرواز میکنه، بخواد از این کوه هم داره بالا اصلا متوجه نمیشیم. ما همین شهری که پرواز میکردیم یک کوهی وسط شهر بود با یه ترانشه خیلی بزرگ. ما قبل پرواز گفتیم اونجا خیلی محیط چالشی هست، چون با دید فانتوم داریم پرواز میکنیم. گفتیم اونجا محیط چالشی هست، اونجا برسیم باید حواسمون باشه پرنده و یهو پرنده اومد پایین دید اونجا تموم شده، مثلا نفهمیدیم که از اونجا پرواز کرده یا نه، اون وسط پرواز متوجه نشد اونجا پرواز شده بود. بنابراین از این لحاظ خیالت خیلی راحته و دیگه یه سر لازم نیست اینو برداری نگاه کنی الان کجاست پرنده چی کار داره میکنه. ما برمیگرده خیلی راحت کارش انجام میده، میتونی تو مطمئن باشی که امنیتش اونقدری هست که پرنده $20,000 بفرستی بالا. آره من اینم تکمیل کنم. حالا من خودم تجربه پرواز با ماتریس 300 رو دارم توی چند تا پروژه و واقعا کیفیت پرواز و اون امنیت پرواز خیلی بالاست توی این پرنده ها. اما حالا بعضی از دوستان میگن که آقا با جمرهایی که توی ایران هست و با این اتفاقات شاید ارزش نداشته باشه. اینو در نظر داشته باشید زمانی که شما یک هزینه اینجوری انجام میدید و یک پرنده‌ای با این اسکیل رو خریداری میکنید، دیگه نباید ریسک های عدم گرفتن مجوز این داستانا رو بپذیرید. یعنی شما باید معمولا مجوز پرواز بگیرید، به صورت قانونی فعالیت کنید که خدای ناکرده آسیبی به پرنده‌تون نرسه. مجوز پرواز داشته باشید، اگر جمری توی اون منطقه باشه جمر رو خاموش کنن برای اون لحظه‌ای که میخواید پرواز کنید تا ان شاءالله یه پرواز سیف و امنی داشته باشید. اما من حیث المجموع یا اینجوری بذارید سوال ازت بپرسم. ما یه چالشی داشتیم سر یکی از کلاس‌ها با یکی از دوستان که میگفت آقا من به جای این که مثلا میگم 1 میلیارد تومان پول یک پرنده مثل ماتریس 300 رو بدم، میرم مثلا 7 تا 10 تا فانتوم میخرم و به این شکل کارم رو انجام میدم. شما چه جوابی به این دوست عزیز میدی؟ آیا ارزش داره که آدم این کار رو انجام بده؟ ببین مطمئنا ارزش نداره. شما مثلا یه کار صنعتی میخوای انجام بدی، خب مثلا تو معدن دارن کار میکنن، طرف میتونه جای یک کامیون 100 تنی نمیتونه 10 تا کامیون 1 تنی بخره، 10 تا کامیون 10 تنی بخره، خب خیلی ارزان‌تر در میاد. ولی مطمئنا اون امنیت یا اون کارایی رو نداره دیگه. تو نمیتونی ازش اون قابلیت رو بگیری. اگه اسکیل کارت بزرگتر بشه و تو بخوای یه کار خیلی دقیق انجام بدی، قاعدتاً با یه پرنده‌ای که هم کار عروسی باش انجام میدیم، هم کار فیلم برداری انجام میدیم، هم اف پی وی انجام میدیم، هم فوتوگرامتری، این نمیتونه اون قابلیت‌های فوتوگرامتری که مد نظر ماست رو بده. البته من اصلاح کنم که همایون که میگه ارزش نداره منظورش فانتوم هست. خب آره فانتوم ارزش نداره. 10 تا فانتوم ارزش نداره. آره که آدم یعنی ارزش داره که به جای 10 تا مثلا فانتوم آدم یک ماتریس خریداری کنه. یه ماتریس خرید می‌کنی، یه پروژه 1000 هکتاری مثلا تو یه روز انجام میدی. خب چرا مثلا باید 2 تا 3 تا فانتوم ببری یه هفته الاف باشی؟ بعد حجم عکس‌ها خیلی اذیت می‌کنه. شاید الان مثلا چیز بگیم خب نه حجم عکس مهم نیست، مگه چقدر زیاد میشه؟ ببین تحت 1/10 میشه و واقعا توی سخت افزار کامپیوتر ما محدودیت داریم. چقدر میخوای گرافیک بالاتر بخری؟ مگه میشه آخه مثلا برای 4000 هکتار 5000 هکتار تو بری یه سرای گرافیک ببری رم ببری مثلا نمیشه، امکان نداره. چون اینقدر حجم عکس زیاد میشه فایده نداره. و از اون ور با توی اون ور هزینه کنی، توی سیستم سخت افزارت هزینه کنی. آره. خب من تکمیل کنم با صحبت همایونو. شما همون ابتدای کار نباید یک نگاهی مثلا خرید ماتریس داشته باشید. همونطور که الان این همایونی که اینجا می‌بینید نشسته چند تا فانتوم ترکونده که رفته سراغ ماتریس و به این شکل نیست که همین ابتدای کار اومده باشه مثلا اینقدر هزینه کنه. شما هم اگر ابتدای کار هست در هر لولی که دارید کار می‌کنید، چه من همیشه این توصیه رو بچه‌ها می‌کنم، چه آقا شخصی دارید کار می‌کنید، یه نفر هستید، چه شرکت متوسط هستید، شرکت مشاور هستید که شاید خرید یا هزینه کردن 1 میلیارد 2 میلیارد برای یک پرنده براتون عددی نباشه. خب در هر لولی که دارید کار میکنید و اولین بار هست که میخواید شروع کنید، توصیه من به شما اینه که از پرنده ارزون قیمت مثلا فانتوم 4 پرو یا حالا یه لول بالاتر مویتری انترپرایز استفاده کنید و بعد که یک مدت کار کردید هم تجربه پروازتون بالا رفت و هم این که دیدید که آقا میتونید پروژه های بزرگتر بگیرید، اون موقع بیاید و یک هزینه اینچنینی کنید. کما اینکه دوستان
آدم زیادی رو من میشناسم که دقیقاً همین کارو کردن و همین مسیر رو رفتن، پله پله. دقیقاً اوایل با فانتوم شروع کردن، یه فانتوم رو کردن، 2 تا فانتوم، بعد رفتن سراغ مویتری انترپرایز و بعد رفتن سراغ ماتریس حالا 300 یا 350. این مسیر باید طی بشه و اگر این کارو نکنید بله واقعا ریسک‌های پروازتون میتونه بالا بره. ببین مثلا همونطوری که ما خودمون تو ضرب مسئله‌مون هست، راه 100 ساله نمیشه یه شرطی که احسن این کارو نکن. ببین من خودم تا حالا حداقل الان 4 تا جعبه فانتوم تو خونه فقط دارم، اونایی که جعبه‌اشم ندارم نمیدونم. خب ما فانتوم پرنده‌ای که تو باید استفاده کنی وقتی به جایی میرسی که دیگه پروژات اسکیلش میره بالاتر، خب قاعدتاً با فانتوم استفاده نمی‌کنی دیگه، مجبوری پرنده بهتر داشته باشی. بسته به اسکیل پروژه ما انتخاب میکنیم از ابزار. مثلا برای پروژه‌ای که با توتال استیشن انجام میشه نمیریم لیزر اسکنر ببریم که اینم همینه. یه پروژه مثلا 100 هکتاری 10 هکتاری 50 هکتاری باش ماتریس نمیبریم که تو استهلاکش اصلا نمیارزه، اصلا استهلاکش نمیارزه. این پرنده تو هر هکتاری توی هر پروازی حدوداً 4 5 میلیون تومن فقط استهلاکش، باتری و خود پرنده. پس قاعدتاً نمیصرفه برای 10 هکتار ببریم ماتریس. آره دقیقاً. اینا نسبت بنفیت به کاست تو مهندسی همیشه باید رعایت کنید. چقدر چه چیزی به ارزش بیشتری میده، یعنی کدوم ابزار رو ببری ارزش بیشتری بهت میده دیگه. این خیلی مهمه. خب بسیار عالی و متشکرم. من فکر میکنم حالا تقریبا در مورد اکثر آیتم ها و مواردی که به ذهنمون میرسید صحبت کردیم. اگر نکته‌ای هست، صحبتی داری، صحبت پایانی بفرمایید. نه دست درد نکنه، فقط بابت این کلیپ هایی که درست میکنین، آگاهی بخشی که تو این جامعه میدی، چون اینا خیلی مهمه. ما قبلا که سالهای اول که می‌خواستیم شروع کنیم، خودت هم یادت هست دیگه، من هر چی میشد نیستم پلان می‌خوام چیکار کنم. ما از روز اول که می‌خواستیم کار کنیم زنگ نیستم پلان چجوری می‌خوام چیکار کنیم. و این خیلی مهمه. قبل از اینکه نبود، یعنی قبل از اینکه دوره‌تون نبود، ما می‌خواستیم شروع کنیم، قاعدتا من دقیقاً یه پرنده فانتوم رو فقط به دلیل عدم اطلاع از خیلی نکته‌ها، مثلا کلیپ‌های رایگانی که میسم درست می‌کنه، اون کلیپی که راجع به باتری درست کرده بود دیگه، تابستون چیکار کنیم. ما دقیقاً سر همون باتری فانتوم از دست دادیم. خب اون کلیپایی که زودتر مثلا بود در دسترس بود خیلی بهتر بود. ولی خب حالا خدا رو شکر اینا هست دیگه. آره مرسی، لطف داریم. دم همه شما هم گرم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. سوالی داشتید برای ما حتما کامنت بذارید، من سعی میکنم به سوالاتتون پاسخ بدم و مرسی که با ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیویی که براتون درست کردیم دید شما رو نسبت به ماتریس 350 تغییر داده باشه و یا اطلاعات کاملی رو نسبت به این پرنده به دست آورده باشید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. دم شما گرم آقای جان. مرسی ازت. خدا نگهدار.